استاد اگر در وقت نماز بود برآمده لیکن بی آواز و بی بوی باشد همین دوام داده میشد می اگر بود برآمدگی باشد بی آواز و بی بو باشد و لیکن برآید طهارت میشکند. آن حدیثی که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که یخیل الیه، یا آدم نماز میخواند به خیالش آورده میشد که گویا از او طهارتش شکست. شیطان آمده به مقعد انسان بازی میکند، می جنباند، میرسد. وقتی که آمده خلال میرساند انسان فکر میکند که طهارتش شکست گفته. وقتی که رفته طهارت کرده میبود نماز جماعت از دست میدهد و عادتا شیطان با همین راه مردم از نماز دور میکند. حتی دیگر آن انسان به نماز جماعت نمی آمدگی میشد و حتی دیگر نماز ترک میکند. همین که نماز شروع کرد شیطان به خیالش میبیارد که گویا از او طهارت شکست. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم به همین گونه آدم ها گفتند که وقتی که به خیالتون آمد، یعنی شبهه کردید که گویا از شما چیزی برآمد، فلا ینصرف، از نمازش بر نگردد تا آن دمی که آوازی را شنود یا بویی را بو کند. گفتند لیکن اگر باد بی بو باشد، کم باشد، شخصی که مثلا سرکا میخورد، طبیبا میگن که شخصی که سرکا میخورد معده هاش بی بو میشود. میگن یعنی یکی از فایده های سرکا که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم دوست می‌داشتند و وقتی که نان را با سرکا می‌خوردند میگفتند که نعم الادام الخل، نعم الادام الخل، چه خیلی هم سرکا خوریش خوب است، چه خیلی هم سرکا خوریش خوب است میگفتند. یعنی فایده های بزرگ دارد. یکی شما حس کردید، دانستید که از شما باد برآمد، اگرچه بو ندارد یا آواز ندارد، لیکن شما عمیق دانستید که باد برآمد، طهارت میشکند. یعنی این گپ درباره وسوسه هست. گویا که برآمد، عمیق نمیدانید، شبهه هست، در این حالت طهارت شما اصل است. یعنی شما طهارت دارید، به این وسوسه ها و به این شک و شبهه ها نظر نکنید. والله اعلم.